یکی بود یکی نبود، 4 شمع به آهستگی می سوختند و در محیطی آرام صدای صحبت کردن آنها به گوش می رسید. شمع اول گفت: من شمع صلح و آرامش هستم، اما هیچ کس نمی تواند شعله من را روشن نگه دارد. من باور دارم که به زودی می میرم. سپس شعله صلح و آرامش ضعیف شد تا به کلی به خاموشی پیوست. شمع دوم گفت: من شمع ایمان هستم. برای بیشتر آدم‌ها دیگر در زندگی ضروری نیستم، پس دلیلی وجود ندارد که روشن بمانم. سپس با وزش نسیم ملایمی ایمان نیز خاموش گشت. شمع سوم با ناراحتی گفت: من شمع عشق هستم، ولی توانایی آن را ندارم که دیگر روشن بمانم. انسان‌ها من را در حاشیه زندگی خود قرار دادند. اهمیت من را درک نمی‌کنند. آنها حتی فراموش کردند که به نزدیکترین کسان خود عشق بورزند. طولی نکشید که شمع عشق نیز خاموش شد. ناگهان کودکی وارد اتاق شد و 3 شمع خاموش را دید. چرا شما خاموش شده اید؟ شما قاعدتاً باید تا آخر روشن بمانید. سپس شروع به گریه کردن کرد. ناگهان شمع 4م گفت: نگران نباش، تا زمانی که من وجود دارم ما می توانیم بقیه شمع‌ها را دوباره روشن کنیم. من شمع امید هستم. با چشمانی که از اشک و شوق می درخشید، کودک شمع امید را برداشت و بقیه شمع‌ها را روشن کرد. نور امید هرگز از زندگی زیبایتان خاموش نشود.